اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این درس من میخوام برای شما بعضی نکته های فراموش‌شده برای شما بفهمونم، زیرا که هر چقدر ما کوشش کنیم باز هم یاد فراموشی ما از بین نمیرود. خب، نوع‌های مد چند خیل میشود؟ دو خیل: مد اصلی یعنی طبیعی و مد فرعی یعنی غیر طبیعی. در مد اصلی کدام قسمی مد دخول است؟ در مد اصلی مد طبیعی دخول است. و در مد فرعی کدام قسم های مد دخول هستند؟ در مد فرعی مد متصل، مد منفصل، مد بدل، مد لازم، مد عارض و مد لین. تمام این قسم مدها در مد فرعی دخول هستند، اما در مد اصلی تنها مد طبیعی دخول است. خب، ما درباره مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد عارض و مد لین برای شما فهمانده بودیم، اما برای شما نفهماندیم که کدام قسم این مدها در کدام سبب مد دخول است. سبب مد ما چند تا داریم؟ دو تا: سبب مد حمزه و سبب مد ساکن. خب، مد متصل، مد منفصل، مد بدل، این سه قسم مدها در سبب مد حمزه دخول است. مد لازم، مد عارض و مد لین، این سه قسم مدها در سبب مد ساکن دخول است. اینها را خواستم برای شما بفهمونم. خب، و درباره مد بدل من برای شما نفهمودم، اما الان برای شما میفهمم انشاءالله. خب، مد بدل. خب، اگر پیش از حرف مد حمزه آید و هر دو در یک کلمه باشند، مد بدل می شود. خب، در اینجا میگه که اگر پیش از حرف مد حرف حمزه آید و هر دو در یک کلمه باشند، مد بدل می شود. در اینجا نگاه کنید، یا ساکن است، پیش از حرف یا حرفی است که حرکت زیر دارد. در اینجا یا حرفی مد شد، اما اون حرفی که حرکت زیر دارد حرف حمزه است. پس چی می شود اینجا مد بدل. در اینجا هم واو ساکن است، پیش از حرف واو حرفی است که حرکت پیش دارد، واو حرفی مد شد، اما حرفی که حرکت پیش دارد حمزه است. پس در اینجا چی می شود؟ مد بدل. در اینجا هم الف مدیه است، پیش از الف مدیه حرفی است که حرکت زبر دارد، اما نمیدونم برای چی در اینجا حرکت زبر رو نگذاشتن. و همون حرفی که حرکت زبر دارد کدام حرف است؟ حرف حمزه. پس در اینجا هم مد بدل می شود. مد بدل را مقدار دو حرکت کشیدن جایز است. یعنی مد بدل کاملا مثل مد طبیعی است، فقط نامهایشان فرق میکنند. اگر عوض همین حمزه ما دیگر حرف را گذاریم، پس چی می شود؟ مد طبیعی می شود. اما وقتی که حمزه گذاشته شود، پس چی می شود؟ مد بدل. فهمیدین؟ یعنی حالتشون هم یک است، فقط در اینجا اگر حمزه بیاید، در این خیل حالت ها، یعنی سه حالت نگاه کنید، اون وقت مد بدل می شود. اگر عوض همین حمزه دیگر حرف آید، اون وقت مد طبیعی می شود. یعنی فقط نامها فرق دارند و در کدام قسم مد دخول است اینها فرق دارد. دیگر تمامش یک چیز، دو حرکت کشیده می شود و شکلشون هم مانند. مد طبیعی در مد اصلی دخول است، اما مد بدل در مد فرعی. همین را خواستم برای شما بفهمونم. و درباره حمزه وصلیه ما برای شما فهمونده بودیم. از شکل کوتاه من برای شما فهمونده بودم که یعنی در کدام حالت حمزه وصلیه حرکت زبر میگیرد، در کدام حالت حرکت زیر میگیرد و در کدام حالت حرکتی پیش میگیرد. اما الان من میخوام برای شما بفهمونم که همین حمزه وصلیه رو در زبان عرب یعنی در سه حالت اینها را حرکت میگذارن، در سه قسم مقصد. خب، قسم اول چیست؟ قسم اول حرف، یعنی چه خیل؟ اگر بعد از حمزه وصلیه همین حرف لام آمد، فرق ندارد که در بولاش حرکت یعنی معذرت میخوام، یعنی علامت ساکن باشد در بالای لام یا علامت ساکن نباشد، اون وقت همین حمزه وصلیه همه وقت حرکت زبر را میگیرد. این قسم اولی حرکت گذاری حمزه وصلیه بود که این را حرف میگویند. خب، قسم دومش
اسم هست. اسم وقتی که همزه وصل در ابتدای اسم مقصد باشد همیشه با حرکت کسره خوانده می شود، یعنی اسم. خب شاید برای شما سوال پیدا شد که ما زبان عرب نمیدونیم، پس ما چخیل تشخیص کنیم که این اسم است؟ پس در اینجا ما باید همزه وصلیه رو حرکت کسره یعنی حرکت زیر دیم. پس الان من برای شما درست‌تر میفهمم انشاءالله. خب در قرآن کریم این همین قدر حالت است که اسم یعنی با همزه وصلیه شروع می شود و همین ها را خواستم برای شما نشان دهم که اگر شما زبان عرب را هم ندونین، آن وقتی که با همین ها روبرو شدید، آن وقت شما میدونید که اینها چی هستند؟ اسم هستند و همزه وصلیه شون فقط حرکت زیر را میگیرد. یعنی نگاه کنید، ابن پسر، این همزه وصلیه است حرکت زیر. ابنته دختر، همزه وصلیه حرکت زیر. امرأه مرد، همزه وصلیه حرکت زیر. امرأته یعنی زن، همزه وصلیه حرکت زیر. اسم یعنی نام، همزه وصلیه حرکت زیر. و اثنین یعنی دو، همزه وصلیه حرکت زیر. اینها هم به همین دخول است، یعنی اثنتین، اثنته. اینها هم مقصد در همین اثنین دخول هستند. برای همین چند حالتش رو برای شما در اینجا گذاشتگی است. مقصد که شما وقتی که با همین ها روبرو شدید، پس بدانید که اینها اسم هستند. اگر از همین کلمه ها اگر شما بخواین شروع کنین، آن وقت با حرکت زیر شروع میکنین. این مثالش رو نگاه کنین. قالت امرأته، قالت امرأته. اگر وصل کنیم ما این رو گذاشتیم که کار همزه وصلیه وصل کردن است. وصل که کرده شد همزه وصلیه خوانده نمیشد. اما اگر بالفرض مثال در اینجا اگر ما وقف کنیم، آن وقت همزه وصلیه خوانده می شود. پس در اینجا چی می شود؟ امرأته. مریم بنت عمران. در اینجا هم اگر بالفرض مثال در مریم اگر ما وقف کنیم، از ابنته شروع کنیم، آن وقت همزه وصلیه‌اش حرکت زیر را می گیرد. اما فکر نکنم کسی این کار را کند، زیرا اینکه این حالت های نیست که ما وقف کنیم در آنجا و از در اینجا مثال در اینجا وقف کنیم و از اینجا شروع کنیم. این حالت های من فکر نمیکنم، والله اعلم. خب مقصد این همین کلمه ها را اگر شما در ذهنتان بگیرید، اون وقت اگر در قرآن که اینها را خواندید، اون وقت شما تشخیص میکنید که اینها اسم هستند و با حرکت زیر همزه وصلشان خوانده می شود. اگر وصل نکنیم، اگر وصل کنید پس چی می شود؟ همزه وصله خوانده نمی شود. اما اگر از همین ها شروع کنید، پس همیشه همزه وصلشان حرکت زیر را می گیرد. خب قسم دوم چی بود؟ اسم. خب و قسم سوم فعل. فعل ما این را عموما برای شما فهموندیم که وقتی که همزه وصلیه آمد و بعدش ما حرکت رو نگاه میکنیم. حرکت که اگر بعد از همزه وصلیه حرکت زبر یا زیر باشد، آن وقت همزه وصلیه حرکت زیر رو میگیرد. اما اگر بعد از همزه وصلیه حرکت پیش آمد، آن وقت چی میشود؟ همزه وصلیه حرکت پیش رو میگیرد. این در قسم سوم دخول است، یعنی در فعل. اما یک حالت است که ما گفتیم که در اونجا بر خلاف قاعده ما عمل میکنیم. خب در سوره احقاف آیت 4 در همین کلمه، این کلمه هم یعنی فعل هست، کلمه فعل. خب در اینجا بر خلاف قاعده عمل میکنیم، یعنی نگاه کنیم بعد از همزه وصلیه حرکت پیش اومد، در اینجا باید از روی قاعده حرکت پیش میگرفت، اما اینجا بر خلاف قاعده میشود، همزه وصلیه حرکت زیر رو میگیرد، ائتونی خوانده میشود. همین یک حالت. در دیگر حالت ها در فعل
چی خیلی می شود؟ بعد از همزه وصله حرکت زبر و زیر بود، حرکت زیر میگیرد. بعد از همزه وصله حرکت پیش بود، همزه وصله حرکت پیش رو میگیرد، مگر بغیر از این همین یک حالت که همزه وصله برخلاف قاعدهش عمل میکند و همزه وصله حرکت زیر میگیرد و گفتیم که این هم فعل هست. خب و یک چیز دیگر هم برای شما بفهمم، اگر هم فعل باشد و هم اسم اگر با همزه وصله شروع شود، اگر بعد از همزه وصله حرف لام آمد، پس همیشه چی می شود؟ حرکت زبر را می گیرد. اما وقتی که لام نبود، اون وقت همین قاعده را ما رعایت میکنیم. یعنی وقتی که بعد از همزه وصلیه حرف لام آمد، فقط حرکت زبر می گیرد. و اگر بعد از همزه وصله ما دیدیم که حرف لام نیست، بعدا ما کلمه ها را نگاه میکنیم که اگر اسم باشد، اسم برای شما نشان دادیم، این همین ها که این همین حالت هست که همزه وصلیه به لام آمدگی است در اسم. پس چی؟ این همین کلمه را شما در ذهنتون بگیرین. پس اینها رو که دیدین، پس میفهمین که اینها چی هستن؟ اسم هستن و حرکت زیر میگیرد. و بغیر از همین که همزه وصلیه بعدش لام نباشه و بعد از یعنی همزه وصلیه در اسم نباشد، در دیگر حالت ها فقط با همین فعل عمل میکنیم. یعنی با فعل عمل میکنیم، یعنی همزه وصلیه رو نگاه میکنیم که بعدش کدام حرکت است. حرکت زبر و زیر باشد، حرکت زیر میگیرد همزه وصلیه. و بعد از همزه وصله حرکت پیش بود، آن وقت چی؟ حرکت پیش رو میگیرد و با پیش خونده میشد، مگر غیر از این یک حالت. فهمیدین؟ یعنی اسم ما برای شما فهموندیم که این همین 6 حالت است. اسمی که یعنی اولش همزه وصله است و دوم حرفش لام نیست، که یعنی باید حرکت زیر بگیرد. این همین حالت ها است و بغیر از اینها دیگر همش از کدام قاعده پیروی میکنیم؟ از همین قاعده که بعد از همزه وصلیه حرکت میبینیم که اگر حرکت زبر و زیر بود، اون وقت حرکت زیر میگیرد و بعد از همزه وصله حرکت پیش بود، اون وقت همزه وصله حرکت پیش رو میگیرد. غیر از این دو حالت که اگر بعد از همزه وصله حرف لام باشد و اینها دیگر حالت ها به همین قاعده فعل ما عمل میکنیم. همین ها را خواستم برای شما بفهمونم. والله اعلم بالصواب. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.